منم بیشمیر زحمتنا دی پتن و گلل اس بدی اخلم. الرحمن الرحیم. شجاع میری هستم از ولایت پنجشیر ولسوالی پریان قریه جشته. خب فعلا در کجا قرار داریم و به خاطر چی آمدید اینجا؟ فعلا در جلب و جذب هستیم دیگه. با مو علاقه‌ای که به اردوی ملی افغانستان داشتیم اومدیم تا از وطن از اسلام در مقابل هر نوع تجاوز دیگه دفاع کنیم. خودت آمده در جلب و جذب یا کسی دیگه بود نشه؟ خودمون هم جلب و جذب پروسش که آغاز شد خودمون هم علاقه‌ای که داشتیم اومدیم به این پیوستیم. ما شده 3 نفر هستیم دیگه. طریق که پروسه آغاز شد دیگه اومد کلمون دیگه فرم پر کردیم مستقل. حالا فعلا کارتون در کدام مرحله قرار داره؟ کارهایمون میگم با مترو که چیزا خلاص شده دیگه. کارهای جزئی مونده از بعضی از دوستای ما مونده. تمام چی دیگه هر نوع امکانات با ما مساعد است. چی از لحاظ خواب و اتاق، چی از لحاظ ورزش، روزا همه الحمدلله مجاهدین با ما یک رفتار خیلی عالی داد. پیام ما با تمام جوانان این است که بیان با اردوی ملی افغانستان بپیوندند و این ملت جواناست که میسازند. بیایم کلا دست با دستی هم بدیم این وطن بسازیم. این وطن با ما ضرورت رحیم اسم محمد رشاد ولد نور محمد تخلص نوری از ولایت پنجشیر ولسوالی پریان قریه جشته. پیام ما به این است که دیگه بیاین به صفوف امارت اسلامی بپیوندند، از خاک، از ناموس، از ننگ خود دفاع کنند. نه که به خاطر 4 پیسه امریکایی بروند اوجا 4 دانه کسی که مجاهد است، مجاهد امارت اسلامی دیگه او را به خاطر 4 پیسه امریکایی او را بگیره دیگه شهید کنه. نه دیگه ما خواست مایی است که یا تشوان اگر نه دیگه با توکل پروردگار نه ما در قصه مقاومتی هستیم نه در قصه امریکایی هستیم. هیچ دیگه یک روز آمدیم یک روز بعد به مردم میریم.